بهترین کانال ها برای یادگیری زبان آلمانی رو بهتون معرفی کنم. یادگیری زبان آلمانی توی مدت زمان کم تقریبا غیر ممکنه و همه اینو میدونن. کسی که قراره از پایه شروع کنه حداقل باید 1 تا 2 سال برای یادگیری این زبان وقت بذاره تا بتونه به سطح B2 برسه و مدرک مورد نیازش رو دریافت کنه. به کانال خودتون English with me خوش اومدید. توی ویدیوهای قبلی در مورد منابع مختلف برای یادگیری زبان آلمانی که به صورت رایگان هستن صحبت کردیم. یکی از بهترین منابع استفاده از کانال‌های یوتیوب هست. امروز قراره در مورد کانال‌های یوتیوبی که میتونن به شما به صورت رایگان زبان آلمانی رو در بهترین کیفیت آموزش بدن صحبت کنیم. کانال‌هایی که امروز معرفی میکنم هم در زمینه کانال‌های فارسی زبان هست و هم کانال‌های